این دختر کیست؟ کلمه افغانستان برای بسیاری یک خاطره تصویری ثابت دارد. تصویری که برخلاف تصور بسیاری همراه با جنگ و خونریزی و بمب انفجار نیست. این خاطره تصویر ثابت شمایل زنی است که مبهوت به ویزور دوربین نگاه می کند. عکسی که آنقدر معروف شد که در زمان خود نماد از مردم افغانستان شد. این تصویری به یاد ماندنی که بارها از رسانه‌های مختلف جهان پخش شد توسط استیو مک‌کوری سال 1984 و در شهر پشاور پاکستان از دختر پناهجوی افغانستان گرفته شد. استیو سال 1984 در سفری به منطقه در نزدیکی پشاور پاکستان به مدرسه رفته بود که در آن تعداد از آواره‌های جنگ افغانستان هم بودند. در یک از صنف‌های درس چهره دختر 12 ساله به نام شربتگل نظرش را به خود جلب کرد. استیو خواست از او عکس بگیرد، اما متوجه شد شربت بسیار خجالتی و ممکن است موافقت نکند. به همین دلیل اول از همصنفی‌هایش عکس گرفت تا خجالت شربتگل بریزد و سپس سراغ او رفت. عکس گرفته شد و روی جلد مجله نشنل جیوگرافیک در ژوئن 1985 چاپ و بسیار مشهور شد. در عکس دقت کنید. احساسات و زیبایی در آن پیدا هستند. در عین حال دختری با شال پاره با صورتی که معلومش شسته نشده میبینیم در چشمهای سوژه بزرگی و استقامت و پایداری هم نهفته است. همین چیزهای متضاد باعث آفریده شدن این عکس شدند که به مونالیزای افغانستان مشهور شده است. شربت در آن زمان به علت بمباران نیروی هوایی شوروی والدین خود را از دست داده بود و یتیم شده بود. سال 2002 استیو در مأموریت از سوی نشنل جیوگرافیک به افغانستان رفت تا شربتگل را پیدا کند. جالب بود که زنان بسیاری مراجعه و ادعا کردند شربت هستند. استیو از پیدا کردن شربتگل ناامید شده بود. او حتی نام سوژه عکسش را هم نمیدانست. هیچ آدرسی از او نداشت و حتی نمیدانست به کدام قبیله متعلق است، تا اینکه به صورت معجزه‌آسا مرد را پیدا کرد که برادر شربت را میشناخت. شربتگل که از اقوام پشتون است سال 1992 به وطنش بازگشت. هویت شربتگل با استفاده از تکنولوژی زیست‌سنجی و مطابقت انبیاء چشمش با عکس تایید شد. او خاطره گرفتن آن عکس را به وضوح به خاطر داشت، چرا که این تنها عکسی بود که در طول عمرش گرفته بود. شربت در اواخر دهه 1980 ازدواج کرده و اکنون 3 دختر دارد. شربتگل آرزو دارد دخترانش بتوانند آموزشی ببینند که خودش هرگز آن را به پایان نبرده بود. عکس‌های جدید او در مقاله درباره زندگیش در شماره آپریل 2002 منتشر و بر همین اساس مستند تلویزیونی نیز تهیه شد. تشکر از این که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. فراموش نکنید که جهت حمایت از ما ویدیو را لایک نموده چینل سرج پلاس را سابسکرایب نمایید.